سنگ ماه تولد من چیه آقای صادقی؟ هزاران بار از من سوال کردی که چه سنگی واسه چه ماهی خوبه. با من همراه باشین تا اصلی ترین سنگ های ماه تولد به شما معرفی کنم. متولدین مهر، بهمن، فروردین، عقیق یمانی بهترین سنگ ماه شما محسوب میشه. یک سنگ پر از خیر و برکت. آبان ماه و مردادی عزیز، سنگ توپاز آبی، سنگی خلاقیت و ایده پردازی و ایجاد تمرکز برای شما به ارمغان میاره. و اما متولدین اسفند، تیرماه و شهریور، یاقوت سرخ و کبود باعث وقار و شخصیت در شما میشه. این سنگ در رونق کسب و کارم به شما بسیار کمک میکنه. و اردیبهشت، دیماه، آذر، سنگ فیروزه فوق العاده آرام بخش که خیلی واسه چشم و نظر سفارش شده. این سنگ ارزشمند. و در آخر خرداد و تیر ماهیای عزیز، بهترین سنگ واسه ماه شما زمرده. برای جذب ثروت و قدرت حرف نداره این سنگ. اگه این کلیپ واسهتون مفید بود لطفاً لایک کنید و بفرستین برای اونایی که هنوز نمیدونن سنگ ماه تولدشون چیه. راستی من خودم متولد مرداد ماه هستم. شما متولد چه ماهی هستی؟